سوال دیگر این که در مسکو کار میکنیم، عبید میتن با گوشتی مکرون دارد هر چیز دارد با گوشتی مرغ. آیا همین جایز است خوریم؟ مکرون آخر اون کارخانه نگاه میکنید، کارخانه فرض کردیم از آن مسلمان ها باشد و طعام حلال. من مثال دین برادر بریتانیا رفت، وقتی که اینا میرن اینها قبول میکند، میپرسد که شما روزدار هستید یا نه. یکم مثلا روزدار هستیم گون در اتاق الهیده خوراکی آنها در گستنیسه سحری و بیگاهی رعایت کرده میشد، یعنی افطار و سحری. و در یک کشوری یعنی اروپایی سحریه ثانی پرسیده میشه شما مسلمانید؟ میگوید یک سوال دیگر ها گفت برای اینا طعامای حلال میبیارد، چون که طعام حلال در بریتانیا فراوان، حتی در گرمانیا هم. یعنی شما در روسیه 35-40 میلیون مسلمان است. در روسیه مسلمان های جایداری هست، یعنی باید این احترام داشته باشند. اگر همون کارخانه‌تان کارخانه مسلمان ها باشد و طعام گوشتش گوشتی حلال باشد، بله میتونید طعامش خورد، لیکن میدونید که اون همش نصرانی ها هست و گوشتاشون اهمیت نمیده، از مغازه ها گوشت های یخ کردگی میبیارن غیر شرعی کشته شدگی، نخورید از اون طعام. مثلا بعضی برادرای تاجر بودن از این کارخانه هایی که برای آنها طعام میپتن میگفتن طعام شما که برای دینی ما توری نمیگیرد، برای ما مزد پولش تیتام پولی تا ما عبید نمیکنیم، از حساب شما در کارخانه شما عبید نمیکنیم، برای ما پول تیتام، ما 10 نفریم، ما خودمو به همون پول پرودوکت تیتام، سبزوات، روغن، پرودوکت تیتام، ما خودمو گوشت میخریم، خودمو میپزیم، طعام ما با خودمو مناسب است. کارخانه ها اجازت میدادن، خاصتا اگر متخصص باشید سخن شما در تمام کارخانه ها میگذره، برای چون به شما نیاز دارن. من کار میکنم، شرطش این است که این خیر، من یه برادر در گرمانیا کار میکنه، کارخانه میرد میگه که من کار میکنم به شرطی که روز جمعه کار نمیکنم، من کار میکنم به شرطی که نمازامو در وقتش میخونم، من کار میکنم به شرطی که این خیر. وقتی که دید که متخصص است مجبور قبول کنه، چون که این خیر متخصص نمیاد این خیر حلال کاره. همین خیر وقتی که شما در کدام ساحه نباشید، علم داشته باشید و هنر داشته باشید، شما عزیز هستید. اگر شما هیچ کی نباشید، حساب نکی خالی باشید، دیگه گفتگی همواره کرده میگردید. نه نبریم آدمی که خوانده است، آدمی که آموخته است و عذاب نمیکشد در زندگیش. حرکت کنید اون برادر خانتان، خاصتا تخصصتان از مکتب نخواندگی باشید، هم حالی هم وقت است. تخصصی که کار میکنید، ساحه‌ای که کار میکنید، همون با آموزید، پیشرویش آموزید. چخیل کنید که در همین ساحه پخصابنیک نباشید، بلکه بریگادیر باشید، رئیس باشید، اداره کننده همین کارخانه باشید، به همینا حرکت کنید. مسلمان عزیز است. بله.